بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه قهرمانان خدمت شما عزیزان و سروران هستم، البته با قهرمان جدیدی. اگر فراموش نکرده باشید ما در مورد نورالدین زنگی و صلاح الدین ایوبی صحبت های داشتیم و این دو قهرمان و ابرمردان تاریخ اسلام را در قسمت های گذشته این برنامه به معرفی گرفتیم. دولت ایوبی هم روزی به ضعف و تزلزل خود رسید. اوضاع مسلمانان در شام و مصر بار دیگر وخیم شد. اختلاف و افتراق و ملوک و طوائفی شهرهای مصر و شام را به خود گرفته بود و از سوی دیگر اشغال تتار و آمدن تتار به کشورهای اسلامی تا اینکه به بغداد رسیدن و در سال 656 هجری قمری خلافت عباسی در بغداد را سقوط دادن و خلیفه عباسیان را با تعداد زیادی از مسلمانان بغداد به شهادت رسانیدند که بعضی مورخین میگویند 1,000,000 نفر، 1,000,000 مسلمان در بغداد توسط تتار کشته شدند و شهید شدند. البته آنجا نیز دستان دشمنان داخلی که وزیر خلافت عباسی بود، مرد شیعی رافضی، در آمدن تتار و این تمام جنایاتی را که تتار در بغداد کردند، وزیران شیعی رافضی دست داشتند. متاسفانه اینجا وقتی که تتار و مغول در سرزمین شام و در سرزمین عراق امروزی انواع و اقسام جنایاتی را انجام میدادند و شهرهای مسلمانان را یک پی هم از بین می بردند و مسلمانان را قتل عام می کردند، قهرمان ما اینجا بروز میکنه. مردی که ما امروز در موردش صحبت میکنیم سیف الدین قطز است، یکی از ابرمردان تاریخ درخشان اسلام. سیف الدین قطز در دولت خوارزمشاه که مادرش خواهر سلطان جلال الدین بود که یکی از شاهان خوارزم بود، در آنجا به دنیا آمد. اما وقتی که مغول به خوارزم و در آن مناطق حمله کردند، اطفال مسلمانان را اسیر گرفتن و به شهرهای شام و عراق به خاطر فروختن فرستادند. از میان اطفال مسلمانان کسی که در بازارهای شام فروخته میشد، قهرمان امروزی ما سیف الدین قطز بود که نام اصلیش محمود است و نام پدرش ممدود. سیف الدین قطز به عنوان یک غلام فروخته میشد، دست به دست میشد. امروز دست یکی است و فردا دست کسی دیگری. و در آخرین مطاف به دست عزالدین ایبک میرسد که یکی از امرای ممالک دولت ایوبیه بود. اما قبل از اینکه
به عزالدین ایبک برسه داستان خیلی جالبی است. خود قطز میگوید من دست به دست می شدم و یک زمان غلام موسی ابن غانم المقدسی بودم. موسی ابن غانم مقدسی این غلام خود را که ابرمرد ما و قهرمان این برنامه ما هست روی یک موضوع ناراحت می شود و او را لط می کنه، سیلی می زنه به قهرمان ما سیف الدین قطز و او را دشنام می ده به پدر و اجدادش. میگویند بعد از این سیف الدین قطز کل آن روز گریه می کرد و هیچ چیز نمی خورد. موسی مقدسی خادمش را فرستاد نزد قطز که برات پرسان کند چرا، تا او را راضی کند. خادم وقتی که می آید نزد سیف الدین قطز میگوید با یک سیلی کل روز را در گریه سپری میکنی، چیزی هم نمیخوری؟ قطز گفت نه، من به خاطر سیلی که من را زد گریه نمی کنم، بلکه به خاطر که به پدر و اجدادم دشنام داد من گریه می کنم. خادم گفت خب پدر و بابایت هم یک کافری بودن، دشنام داد چی میشه؟ کافر دیگه. سیف الدین قطز گفت نه خیر، پدر و بابای من کافر نی، بلکه من مسلمان و فرزند مسلمان هستم. من محمود هستم و پدرم ممدود نام دارد و مادرم خواهر سلطان جلال الدین خوارزم است. من شاهزاده ای از شاهزاده های دولت خوارزم هستم. این که مغول بالای کشور ما حمله کرد و ما را در میان جوانان دیگر و اطفال دیگر به عنوان غلام گرفتن و اینجا آوردن، دست به دست شدیم، حالا ما غلام شدیم. ما غلام نبودیم. به هر حال خادم او را راضی می کند و تسلی می دهد تا اینکه او راضی می شود. چطور این غلام که دست به دست فروخته می شد حاکم مسلمانان می شود و امیر مسلمانان در مصر می شود و قهرمانی از قهرمانان تاریخ درخشان اسلام می شود؟ خیلی جالب هست. بعد از اینکه عزالدین ایبک وفات کرد، گفتم در آخرین مطاف سیف الدین قطز به عنوان غلام از غلامان عزالدین ایبک قرار گرفته بود که او یکی از امرای خانواده ایوبی بود، از ممالکشان بود، البته بعداً به امارت رسید. عزالدین ایبک وقتی که وفات شد فرزند بزرگی نداشت. فرزندش که علی نام داشت خرد بود. خب معمول بود که بعد از وفات پدر فرزند بر حکم می نشیند. عزالدین ایبک را هم خانمش به نام شجرالدر می کشه و خودش به حکومت می رسه و یک خانم دیگهش این خانم را می کشه. به هر صورت بعد از عزالدین ایبک فرزندش علی امیر می شود، حاکم می شود، اما خردسال است، طفل است، 19 سال عمر دارد، بیشتر نه. عزالدین ایبک به سیف الدین قطز وصیت کرده بود که امور دولت را او کنترل بکند و پیش ببرد. سیف الدین قطز امور دولت را در حقیقت او پیش می‌برد، اما حاکم و امیر طفل به نام علی بود که فرزند عزالدین ایبک بود. اینجا دشمنان داخلی و خارجی بالای این دولت که از داخل هم ناآرام بود، اطرافش هم مغول حمله کرده بودند، بسیاری از شهرهای شام را تصرف کرده بودند، عراق را تصرف کرده بودند، اینها در مصر بودند. البته سیف الدین قطز از این ناحیه خیلی رنج می برد، چون اگر حاکم واقعی نباشه مشکل هست. حاکم واقعی یک طفل است، کارها به دست سیف الدین قطز است. دشمنان داخلی و خارجی همیشه سعی میکنند که این دولت را از بین ببرند و از سوی دیگر مغول هم در حال پیشروی هست. اینجا علیه علی ابن عزالدین ایبک چند شورشی هم شد که این شورش ها را سیف الدین قطز
با شکست مواجه کرد. اما سیف الدین قدس از این حالت رنج می برد که آخر تا به کی دولت ما این گونه ضعیف باشد که از هر طرف دشمنان چشم بدوزند. بالاخره به این نتیجه رسید و یک قرار شجاعانه و جرأتمندانه را انجام داد و آن این بود که این طفل را از حکومت برطرف کرد و خودش به عنوان امیر و حاکم مصر بروز کرد. اینجا البته مخالفینی هم داشت، دشمنانی که در خارج و بیرون سرزمینشان داشتن علیه این اقدامی از او حرکت کردند. اما سیف الدین قدس توانست با زیرکی و هوشیاری و سیاستمداری که بود، جنگجوی خوبی بود، جنگنده خوبی بود، یک شجاع بود، توانست اوضاع را کنترل بکند. اینجا مغول داشت پیشروی میکرد، حلب را گرفته بودند و به سوی مصر در حرکت بودند. عساکر تتار. قطز که قهرمان ما هست خواست با مغول مبارزه کند و مصر را حداقل از اشغال تتار نجات دهد. تتار که تمامی این کشورهای اسلامی را در خراسان تا بغداد رسیدن و خلافت عباسی را سقوط دادند و شهرهای مهم شام را نیز تصرف کردند. شهرهای مسلمانان را یکی پی هم تخریب می‌کردند و به شهر بعدی می‌رفتند. دشمن خطرناک و قوی و نیرومندی بود. حالا اینجا قدس می‌خواهد با این اشغالگر قوی، با این دشمن نیرومند و توانمند مبارزه بکند و مانع اشغال او شود. قدس گفتیم مرد هوشیاری بود. تمام امرا، علما، امیرانی که در شهرها بودند، در شهرهای مصر و در بعض شهرهای شام دعوت کرد، آنها را جمع کرد. گفت ما باید اشغال تتار را توقف دهیم. این پیشروی که تتار دارد به سوی ما میآید باید این را متوقف بسازیم. گفت من علی را که برطرف کردم و خودم بر مسند حکم نشستم، هدفم قدرت و چوکی نیست. هدف من تنها این است که کلمه ما یکی شود، ما متحد و منسجم شویم، در یک صف قرار بگیریم تا دشمن خطرناک خود که مغول هست او را شکست دهیم. بعد از شکست مغول هر کسی را که شما با عنوان حاکم و امیرتان انتخاب میکنید من اعتراضی ندارم. حالا که من بر مسند حکم تکیه زدم، هدفم محبت این چوکی و منصب و قدرت نیست. هدف من این است که ما یک مشت و یک صف شویم علیه تتار، علیه مغول. اینجا امرا و حکمای دیگری ممالک پذیرفتن این حرف را، گفتن گپ معقولی است، حرف معقولی است. گفتن وقتی که حرف معقولی است پس بیایید برای توقف دادن اشغال هولاکو و مغول اقدام کنیم، آمادگی بگیریم. برای آمادگی به پول نیاز داشتن، مصارف جنگ را تامین بکنن. اینجا سیف الدین قدس خواست بالای مردم عامه مالیات تعیین بکند تا بتوانند از آن طریق عساکر مسلمان را تجهیز بکنند. اما برای این کارش فتوایی در کار بود. از شیخ العز ابن عبدالسلام که عالم برجسته آن زمان بود فتوا خواست در این مورد که من میخواهم بالای مردم عامه و رعیت مالیات مقرر بکنم تا از آن طریق عساکر خود را تجهیز کنیم. شیخ العز ابن عبدالسلام هم فتوا داد اگر نیاز هست وقتی که دشمن بالای یک کشور اسلامی هجوم میارد و دولت تمامی آنچه که در دست دارد را به خرج میرساند و باز هم به کمک نیاز دارد، حق دارد که بالای مردم مالیات مقرر بکند، اما به شرطی که
در بیت المال مسلمانان در دست امرا و افسران سپاه و غیره چیزی باقی نماند. آنها هم باید خرج بکنند. بعد از او کمبودی او را میتوانند که توسط مالیات مردم پوره بسازند. به هر حال آمادگی گرفته شد. اینجا اینها در حال آمادگی بودند که هولاکو سفیران خود را با پیام تهدیدآمیزی به قدس میفرستد. در آن پیام قدس میگوید که هولاکو در آن پیام خود میگوید که ما تمام این شهرها را یکی بعد دیگری خراب کردیم. گفت ما عذاب الهی هستیم که بالای شما ما را فرستاده. شما گناه کردید، ظلم کردید، تجاوز کردید، خداوند ما را بالای شما مسلط کرده است. این پیام های تهدیدآمیزی او وقتی به قدس رسید و از قدس خواسته بود که مصر را بدون کدام جنگ و چون و چرا به ما تسلیم میکنی، ورنه اگر ما به زور وارد مصر شدیم آنگاه تو میفهمی که ما در بغداد چی کردیم و در حلب چی کردیم، در شهرهای خراسان چی کردیم، در خوارزم چی کردیم. اینجا قدس بار دیگر امرای خود را جمع می کند، علما را جمع می کند، پیام هولاکو را براشان می خواند که این پیام هولاکو است. تهدید کرده و امر کرده که مصر را به خوبی براشان تسلیم بکنیم و اگر این کار را نکردیم به زور اگر مصر را گرفتن چنین و چنان می کنند. اینجا یک تعداد امرا گفتن تسلیم میشیم، نمیتونیم در مقابل این قدرت بزرگ تتار بجنگیم، تسلیم میشیم. اینجا قدس حرف بسیار جالبی زد. گفت ای افسران سپاه، ای امرای لشکرهای ما، تا امروز شما از بیت المال مسلمانان میخوردید و حالا که بالای مسلمانان این روز بد آمده است شما به راحتی تسلیم میشوید؟ به خدا قسم شما میجنگید یا نمیجنگید، من در مقابل تتار میجنگم، تا آخرین قطره خونم میجنگم، تا فردا پیش خداوند مسئول نباشم که ما از بیت المال مسلمانان تا امروز میخوریم به عنوان ارتش این دولت و امروز که وظیفه ما وقت کار آمده که باید با دشمن بجنگیم به راحتی تسلیم میشیم؟ نه خیر، این کار را من نمی کنم. گفت اگر شما می روید بسیار خوب، بیایید با من، اگر نمی روید و برای این جهاد آماده نیستید به خانه هایتان پس بگردید، من میرم به تنهایی خودم با تتار می جنگم. وقتی که امرا دیدن که سلطان قدس جدی هست و برای جنگ با مغول آماده است، تسلیم شدن را قبول نمی کند، پس آنها نیز گفتند درست است، ما هم رایت هستیم. اینجا قدس اولین کار کرد این سفیرانی را که هولاکو فرستاده بود سرهایشان را قطع کرد، سرهایشان را در بازار معروف قاهره که پایتخت مصر است آنجا آویزان کرد. فقط یکی از آن سفیران را باقی گذاشت و جسدهای این سفیران را با عنوان هدیه و تحفه پیش هولاکو فرستاد. وقتی که سفیران سربریده هولاکو پیشش رسید پیش چشمانش تاریک شد. گفت حالا بعد از این همه شهرها و کشورهای مسلمانان را که من تخریب کردم و خراب کردم تا اینجا رسیدم، میلیون ها مسلمان را تا حال کشتم، آیا در میان اینها تا حال کسی بوده که چنین جرأتی بکنه که سفیران مرا سرش را ببرن و تن بی سر او را نزد من بفرستد؟ غضب او شعله‌ورتر شد و اینجا سیف الدین قدس در مصر اعلان جهاد کرد، نفیر جهاد را سر داد. شیخ العز ابن عبدالسلام که مفتی آن وقت دیار مصر بود، عالم برجسته آن وقت بود، مردم را برای جهاد در مقابل مغول تشویق کرد و همان بود که در سال 658 هجری قمری
معرکه معروف به نام عین جالوت رخ داد که سیف الدین قدس با هولاکو با تتار در عین جالوت که در فلسطین هست فعلا، در این سرزمین جنگ میان مسلمانان و میان تتار رخ داد، جنگ معروفی. سیف الدین قدس لشکر خود را تنظیم بندی کرد، ارتش را، عساکر دائمی که داشت او را در طرف راست لشکر قرار داد و عساکری که از میان مردم خودجوش، جوانان خودجوش که بلند شده بودند برای انجهاد، آنها را در طرف چپ قرار داد و جنگ معروف عین جالوت در سال 658 رخ داد. قهرمان این جنگ سیف الدین قدس است، اما سپهسالار در میدان جنگ سلطان بیبرس هست که در موردش در قسمت بعدی این برنامه با تفصیل در مورد معرکه عین جالوت صحبت میکنیم، چون مرد میدان و سپهسالار در میدان بیبرس هم بود. در این معرکه سیف الدین قدس توانست هولاکو تتار را شکست دهد. تتاری که کشورهای مسلمانان را یک پی هم خراب کرده آمده بود تا اینجا میخواست مصر را خراب بکند، بالای مصر حمله بکند. اینجا هولاکو شکست خورد. این اولین شکست و بدترین شکستی بود که یک لشکر خردی از لشکرهای مسلمانان که تنها در مصر باقی بودند، اینها توانستند تتار را در عین جالوت بدترین شکست نصیبشان بکنند. بعد از شکست دادن تتار و مغول در مصر، قدس تلاش کرد که مصر و شام را یک جا بکنند. بار دیگر که 10 سال مصر و شام از هم جدا بودند، در شهرهای مختلف امیرهای مختلفی بود. بعد از این پیروزی عین جالوت، مرد ما و قهرمان ما بعد از پیروزی در معرکه عین جالوت به قتل میرسد. اینجا تتار شکست خورد، تمام شد. در حمله عین جالوت شکست خوردن تتار، اما سیف الدین قدس متاسفانه دچار یک سوء تفاهم یا اشتباهی که به هر حال صورت گرفت، ظاهری بیبرس که قهرمان بعدی ما بود، توسط او و افرادش سیف الدین قدس کشته شد. انا لله و انا الیه راجعون. اما قبل از اینکه او کشته شود، تنها یک سال بر مسند قدرت نشست و در این یک سال توانست که نام خود را در میان بارزترین قهرمانان اسلام جا دهد. چرا؟ به خاطر معرکه عین جالوت که تتار را در آنجا شکست داد و شکست فاحشی داد. این مصری که اوضاعش دگرگون بود، نه اوضاع داخلیش خوب بود، نه اوضاع اقتصادیش خوب بود، نه اوضاع سیاسیش خوب بود، این تنها قدس بعد از خداوند کسی بود که ملت مصر را اولا یک مشت و یک پارچه و یک صف کرد، در مقابل تتار برای جهاد تشویق کرد و در معرکه معروف عین جالوت تتار را شکست داد. واقعا سیف الدین قدس که کمتر از یک سال حکومت کرده و حکم روی کرده در مصر، یکی از ابرمردان تاریخ اسلام شد و نام خود را در تاریخ درخشان اسلام با معرکه عین جالوت، با پیروزی در معرکه عین جالوت ثبت کرد. خداوند او را از طرف مسلمانان، از طرف اسلام و مسلمانان پاداش نیک دهد. تا قسمت بعد و قهرمان بعد، الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.